گیپک کجا بیدی؟ هیچی و سرا بیدیم. یک کاری که خوب من امروز خبر شدم که گیلک رو خرمانا خلط کردن پول هم که از اونا ماییم بیا قراره که دیگه خواهی تو میریم پیش اینا امروز یک طرفه میکنیم یا مگر پولار بده یا همون گندم ها هر چی هست مگر هم بار کنیم بیاییم چندی می علی رو لاینا پول؟ ماما خوربه کردم 45,000 پول مایم از اینا از این گیلک و نورولا برارا هر سال مر از این خرمن به زی خرمن میندازن از این خرمن به زی خرمن یک سره میگن امروز تبا امروز دیگه یک طرفه میکنم ماما جو اگه معامله با جنگ ما برو خودی از اونو جمع کنو که جور ما نمیکشه خودی نیرو رو جمع کنو گیپک جو ما تورنای اون کنجگاه بریم دو نفری مشتی خان شیم هم دیگه را بزنیم میگم بیا میده چکری میریم پس میایم آخه با که بخول جنجالم بکن نولانی از سر جاش تو برفته به خونه گیلک هم جو گوش میکنم و گندمار بیا که بریم وقت کم بیا بس تکرک سیکو تو نگفتم که کسی نیه اون سیکو یک گیلکه هیچ کی دیگه نیه گیپک بله اعمال وقت نه و فهمیدی خوب پولام نق میشه می گندم هر چی هست بار میکنیم فقط هم که پیش نرفتیم خوب دو کلمه گپ میزنیم تور به گپ گیریم من دستی خود میدازم سه چرخی میگیرم گندم بار میکنم میریم خوبه خود به گپ بگیرم بیا 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 برو ile چشتنی جان نباشه جان جان خیریت چهار هستی جان جان شکر زنده بشی خیریت خلاص شد گندم ها بله خوبه گله جو همینا ده بوجی شده خوبه بسیار خوبه آماده هم بوده گله جو ها بفتون درس را شما بله نورالله بریشت خواهده گپ زدم گفته گیلک به سر زمینای سر خرمنه فهمیدی ما که میفهمی برار تو 45,000 پول مایم 45,000 بفت پیش تو خیلی دست ما بنده گفتم هر کار میکنین دو روز دیگه وقت این پولا مرتیا کن گفت پول کو فعلا ندارم که برو سر زمینا همون گندم هر چی هست بال کو ببره آخه نیلیلا برار ما که بزرگ به خیرات بودن نرفته بودن او نه نرفته بود خاطر گم به خیرات خبرم خیراته خیره باشه گپ گفتک بیا بار کو گفتک هر چی گندم تیا کده گیلک گونیار بال کو ببره با حساب میکنیم گپ اینیه دیگه او گفته که چیز انا بار کو ببر مشکل نداره خو نانه که گفته گندمان ما مگر امسال نگاه داریم خو بخوریم اینا نون پخته کنیم بعد نانه خور نگرد شما که با زمین دیگه هم داره نگاه داریم نون پخته خو یک چیز دیگه چه تو به خیرات نرفتی مادام تو به خیرات اولی کو رختم دورنگه گپ نیه خیرات بده خو سه گله چه باش مثل شاخ پیدا کنم باشه مثل شاخ بگیر گیرک شما دوباره رشته آدم دوپی بله خو دیگه ما خو براره میته دوپه هستیم شما اشتن شما هم دوپه این برار دوپه اشتن دیگه 45,000 ما شما مای مگریم گندم بستولی ما شما ما شما دیگه نمیفهم دوپه چیه مثلا کلاوردری چرا سر خود از بیزوی کلا میگی وردری تو از این کلمتر دیگه نمیشی آره با شما نشم تو چی داری میگو تو چیز عباس ماما تو خوشیارتر به عقل کمال یا تو ما خانواده خوشیارتر خوبه دیگه آنه بیو آنه سچرخه بیو خوبه بیا این برا بیا گیپک گیلک بگی کمک کن گیلک بگی کمک کن بگی برار کمر من راگه بگیر اکبر بگی لالا بگیر اختلاط نکن بگیر آنه میتو بار کن بگیر لالا بگی تو ما و تو کمک کنه بگی باشم والا شفا بگی بگو اندازه دارم خواهی تو کمک کنه بله من نمیتونم این
بوجی اگه گوری 6 نفری باشه بگذارم پیش بگیر تو لالا که اجازه گپ نمیدی. نزن لالا بله. بگیر ما و تو بگیر یلا کن عدد بچه نادونه بگیر بیا. برارمه مدام گپ مفسده بگی بالا کو دیگه. خب یه رشکا داره رشکا والا بار میکنه برو. لالا کمک کو اینا به زیدی من یک کندی رشکا والا یکی ما یه تور بالا کنه با موتر. تورم بالی بیوجی کنم عمل به سرشونه خو میکنم بگیر قیافه یا گنبد خونه مونه. بگیر گپ مفنزی بگیر بابا من رک کمرم بگی تو رگ اعصاب بستی کوکو شما بگیر کمک کنیم که بخن از نفته که ما بیا لالا بگیر چینگرانه خلاصه بگیر تومت ناحقه. بیا بگیر بیا بالا کنیم گیلک بالا کن. بگیر بالا. بگیر کمک کو گیلک آفرین. ایشته ایست منطقی داری لالا آی گیلک ما خلاصه ما پینجایی هم از تو. برای ما حرکت کنیم. اینا دیگه گیپا. بیروش اینایه. اونا هسته. ها دیگه نمه اینا. ما اشته نماییم. بیا ایدالا مینا یک دقیقه بردون بال کنیم بیا. بار کنه. دیگه نیه 4 دو بعد. ها؟ نه بالا کو است گندم بالا کو اونا چک نزنیم باد بس داده. یاره تو کلالا غیر از که گپ مف بزنی این سچرخه تو هم برار فقط میگی کاسی خیراتیه. زور شیریده بالاش بیا. برو. ادوم به مفته. تکو چیه؟ تو سر خود اینجا بگذار. چرا گیتا میکنی؟ تو سر خود بگذار دیگه دیوانه سرگی. تو چی داری؟ برو. گیلک جون. یک بوجیر بنده بالی از اون که نفته که. برو برو آخو سلام بگو عباس سلام بگو. خوبه. بریم برو. لیلی ما جانیم دل بریم و نوری چشمانیم با بی بفایی کدی کباب و بریانیم دلی دارم که دل دیوانه دارم غم بسیار و هست. چکاره کجا بودی؟ بله چرا گندمار یاله کدی کجا میبری؟ بس چه بس سرا دیگه گوشنه شدم. تو نشوندم به سر خرمن که تو میگی بچی ما برم به خیرات پس بیایم تو ری میکنم به سرا ری میکنم تو هنوز ناماده تو حرکت کردی بیا مدی گندمار به کی یاله کردی؟ و گندمار که شما چیز کردیم بفرشیدین گندمار خلاص شد دیگه. به کی فروشیدم؟ گندمار به عباس اینا نفرشیدیم. بابا ما عباس به کجا بدیدم؟ اشته گندمار عباس پیش تو گندمار برده. اشته برده. بیا مادر خودم خوارزاده خود گیپک گفتم ما براتون در سلا شما براتون لیلانو به خیرات نرفته بود. انا گفته که چیز کو گندمار ببارک بالی همون پلا خوبه گردانه انا بعد آدم بار کبر از سچرخه که بگیرفتک انا ما هم خودو کمک کردیم بار کردیم برا به خوبه داد کار خوب چه کردم مگدشم زیر کو ما چیش ما به عباس نفتاد اصلا ما رو ندیدم اشته ماده به پیش ما ازم براتون به سر رخت آخو برخو کردم براتون به خیرات رفتم حالی ما بیام آدم اصلا عباس ندیدم اشته گندمار بار کردی به تاس چرخ که بره. خب بیا مادگلالا گفته که نیلیلا برار شما گفته که چیزه گفته که ما اینا با بعد پولا ما چنده پول برداشتم گفته بار کو بده انا پول بار کردگه یعنی که نگمی ده بوجیر بار کرد برد بخو. البته تعقیب مردشه که ما سر زمین حرکت کردم میام یا به پیش گندمار بار کرده برده. ماشو من نمیفهمیدم. بابا ما امسال چی بخوریم ما در بدر کردی تو برار تو چی به دردم میخوری با پارسال که گوسفندار بستوندم گفتم وقت خرمانا ما شد بیا که ما پولاکات رو بدم امسال کو خودت خبر داری که گندمی هم نشد ما چیکار کنم آخه ما چی میفهمم گفته که برار شما گفته اشتباه کرده باشم که ما گفته باشم ما اگه میداشتم که میوردم پولاکار میدادم خب بفهمید که من نداشتم ما همین خرج سال ما بود ما چیکار کنم شماره خودم به من نداد که زنگ بزنم حالا امسال ما چیکار کنم به تو میگم ما پولم ندارم که برم گندم بخورم ما خرج شما را کجا پیدا کنم ما مقدار میمونداری تو مادر تو داری که ما برو بگم برو خو ما چیکار کنم حالا رای به من نشون ده آخه من را کمرم شما به دست پرقوات خو میزنی به جل دستم کمر ما زد صحبت که مرض با کمر ته صحبت کنه چرا به من خبری نداری آخه حالا ما چیکار کنم دیگه خب ما کجا زنگ میزنم در میگه به شما میگن لالا یک گوشی به ما بخره که گاهی وقت تماس برقرار کنم شما میگی ما تو بلنگ کش قبضه تو ده بوجی گندمش کرده نتونستی گوشی روش کرده میتونی راست بگم این مادر ما ده دفعه بگفتم که عقل کمال نداره میگه خود خوب برو به سرزمین خود خوب برو به سرزمین حالا ما جنجال تیر کردی حالا ما بگو چیکار کنم ما برم از کجا قرض کنم برم خرج سال پر کنم
ما چون میگفتک بیامدم هر روز خرمانمو چون نمیدم گندمار او گفتک خود برای شما گپ زدم حرکت کن حرکت کن پری سر زنده حرکت کن همین تا شکم گوش نمید تو کار کنی تیز برو میفهمی که چه کاره تیز برو سیکو چی میگم برو با سرای یک ترمز چای بردار بیاره که برو مامی قاط خرمان رم چک زنم که با دوباره عباس بیا اونور با چرخ بر کنی که ببره چای نکو با تحریمه و چرا از این ملک زرا بیاوردم خب میگفتیم ورگ اصلا ای فنون و چای به تو اصلا ای فنون و چای که تو بخوری ساعت بیا سیاه به روی مادر من نباشه با برکو تو به سرا راه نمیدم ساعت بیا هر مرگ هست برو بیا خود دو رقم مرگ کو هر رقم مرگ هست برو بیا تو باشن گلک یعنی جانجور اختیار هست خیلیته خیری سلامتی چه خبرایه؟ خرمانا لد کده؟ بله یا وقت خرمانای ده گالین بله یا وقت خرمانم برار من برای که گفتک برو به صدا ترمز چای وردار بیارک انا که چشه انا کام دیگه ما پخلیا بموندن اینا رم چیز کنیم پاک کنیم اینا رم با سه چرخه بار کنیم که دومات تو عباس انوار داره ببره به خاطر که من بیشتر شونها لیست که من کمر من موره کمره موره چه شدم نه رک کمر شدم من هی برار من با بسکا بزنه با تسر من تو هم خود کله گنده خو اینجا بیا اینجا دومات تو داره ببره گلک چر میزنی به تحرومه تو چی میگی تو اصلا یک دم میگی برار ما با بوکس میزنی یک دم میگی دومات تو عباس میای گندم میبره یک دم چه کار چی میگی تو همه خود کله پخله خو همه دومات تو عباس و خسته بیا آمده به سر زمین خودی می دست خو گبزی بگو گلک اگه چوبش که سندوشونا ترسیون میکنو عدل گبزی با من چی میگی سه کنم گبزی تو که سه کنو چی میگی تو بگو تو سیکو همه دومات تو بیا آمده دروغ گفته خودی می گیپک خودی گیپک خوارزاده خو بیا آمده مر به زلت انداخته که ما شما 45,000 است برار تو مای برار تو گفته ما براتون در سرا برار تو گفته برو گندمال بار کنک عباس هم بیا آمده گندمال بار کرده و خسته برفته برار من میگم من خبر ندارم از اونم 20 تا بس که به شونام بزده ما مال میجگاه طول میتر فرش زمین کنم که تو چرا دومات تو بیا آمده بار کرده گلک ما با میلی شما دو نفر ما چی کردن تو چرا مر فرش زمین کنی اما کم بزدی به تا گوش به توی چی نگفتم رو خو بگیر برو حالا کان به توی چی نمیگم رو خو بگیر برو و چی نگو برو به دومات کلاورده خو بگو تو چرا بیا میدی بار کردی دروغ پینجیه هم به عباس به گلک میدی پینجه هم به تو بدو ها کار کپولا اینا رو بدیم که تو کلا به سر شما نگذارم چی میفهمیدم من برو برات کار خوب برو